تصور کن کسی فقط با چند جمله ساده مستقیما به همه نشان بدهد که چقدر سطحی فکر می کند. جالب اینجاست که خیلی از مردم هر روز این جمله ها را می گویند بدون اینکه بدانند چقدر احمقانه به نظر می رسند. در این ویدیو 5 جمله معروف را می گویم که افراد نادان بیشتر از همه استفاده می کنند و شماره 3 یکی از رایج ترین جمله هایی است که تقریباً همه شنیدند. جمله شماره 1: من همیشه درست میگویم. کسی که واقعاً باهوش است میداند که ممکن است اشتباه کند، اما آدمهای نادان فکر میکنند هیچ وقت اشتباه نمی کنند. آنها حتی وقتی دلیل منطقی میشنوند باز هم میگویند نه، من درست میگویم. جمله شماره 2: من همه چیز را میدانم. دنیا آنقدر بزرگ است که هیچ انسانی نمیتواند همه چیز را بداند، اما افراد سطحی فکر می کنند چون چند چیز شنیدند پس دیگر نیازی به یاد گرفتن ندارند و همین باعث می شود همیشه در همان سطح باقی بمانند. جمله شماره 3: همه همین کار را می کنند. این یکی از خطرناکترین جمله هاست، چون آدمهای نادان تصمیمهای خودشان را بر اساس کار دیگران می گیرند. آنها نمیپرسند آیا این کار درست است، فقط میگویند اگر همه انجام میدهند پس من هم انجام میدهم. جمله شماره 4: این غیر ممکن است. خیلی از اختراعها و موفقیت‌های بزرگ اول با همین جمله روبرو شدند. افراد نادان وقتی چیزی را نمیفهمند سریع میگویند غیر ممکن است، اما افراد باهوش میپرسند چطور میشود ممکنش کرد. جمله شماره 5: من وقت ندارم یاد بگیرم. این جمله در واقع معنی دیگری دارد. من نمیخواهم پیشرفت کنم. چون حقیقت این است که کسی که واقعاً بخواهد چیزی یاد بگیرد حتماً برایش وقت پیدا می کند. حالا یک سوال. به نظر تو کدام یک از این جمله ها را مردم بیشتر میگویند؟ شماره آن را در کامنت بنویس و اگر دوست داری ویدیوهای بیشتری درباره روانشناسی رفتار انسان ها ببینی حتماً کانال را سابسکرایب کن.